علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله برادر گرامی، این دو سوالی که در اینجا مطرح کردید، سوال اول در مورد نماز جماعت برای زنها و سوال دوم در مورد نماز خواندن زنها بدون جورب نسکی، یعنی هنگام نماز خواندنش زن قدمهایش نمایان است، قدمهایش مکشوف و نمایان است، حکمش چیست؟ البته برادرم و هر کس این صدا و این جواب را میشنود، بالخصوص خواهران، سوال اول جوابش این است که نماز جماعت برای زنها واجب نیست. نماز جماعت برای زنها واجب نیست، نه در مسجد و نه در خانه، بلکه سنت است. نماز جماعت برای زنها یعنی که جایز است، سنت است. البته در بین اهل علم اختلاف وجود دارد. بعضی اهل علم فرمودند که سنت است، اینکه زنها بین خودشان در یک خانه جمع شده، اهل بیت، اهل خانه، یا که مثال در یک خانه که خواهران جمع شدند درس میخوانند، نماز را جماعت بخوانند. یکی از اینها اینه که اگر تلاوتش، تحسین تلاوتش خوب باشد و از احکام فقه نماز آگاه باشد، شایسته است که اینها، یکی از اینها، از این خواهران امام شود و نماز را بخوانند، نماز را جماعت بخوانند. البته اگر در بین این زنها مردی بیگانه نباشد، یعنی که تنها زنها باشند، تنها زنها باشند، ان شاء الله سنت است اینکه نماز را در خانه بخوانند. و بعضی اهل علم فرمودند که سنت نیست، والله اعلم، ولیکن قول راجح والله اعلم این است که جایز است، روا است بین زنها خودشان، یعنی که چیکار بکنند؟ نماز را جماعت بخوانند، نمازهای فرض را جماعت بخوانند. این است جواب سوال اول. و جواب سوال دوم این است که نباید فراموش کرد در نزد جمهور اهل علم، در نزد بیشتر اهل علم، قدم ها را پوشانیدن، سطر کردن در نماز پایها را واجب است. واجب است اینکه زن هنگام نماز خواندنش قدمهایش نمایان نباشد. جورب را در بر میکند، چیزی را، اینه که قدمهایش باید که مکشوف نباشد، نمایان نباشد. واجب است سطر کردن، پوشانیدن قدمهایش در نماز. فقط تنها در نماز برای زن رخصت داده است، اینه که کفهای دستش، دستهایش فقط و چهرهش. حتی همین هم اگر زن در مکان نماز بخواند که مثال مردان اجنبی هستند، مردانی هستند که غیر محرم می باشند، در این حالت حتی جمیع بدنش واجب است ستر کردن در داخل نماز. در داخل نماز همچنین ستر کردنش، چهرهش، دستانش، قدمهایش واجب است. اگر در نزد نماز بخواند در نزد مردانی که او را میبینند، مردان بیگانه، اما اگر در بین خودشان باشند، زنها، یا که در خانه باشند، در بین یعنی که محرمان خود، ان شاء الله اشکال ندارد قدمها، یعنی که استغفر الله، دستها و چهرهش گشاده باشد. اما قدمهایش را ستر کردن، پایهایش را ستر کردن، پوشانیدن با جورب و غیر جورب، این واجب است. البته در اینجا نوشتید که مکروه میشود یا نه، بدون شک مکروه است، بلکه نماز باطل میگردد، نماز باطل میشود، زیرا که ترک عورت میشود. در اینجا ترک عورت میشود. قدم ها را پوشانیدن در نماز واجب است. این است قول راجح. و اینه که در مذهب حنفی میگویند که اینه که اشکال ندارد، واجب نیست، ولیکن قول صحیح، قول بیشتر اهل علم، قول راجح این است که واجب است که زن قدمهایش را بپوشاند در نماز. این است جواب اختصارا و بالله توفیق.